سلام دوستان عزیز، میخوام چند نکته اساسی برای موفقیت در تندخوانی رو خدمتون عرض کنم. قدم اول این است که باید مدام تمرین کنید تا در خواندن و سریع خواندن حرفه‌ای شوید. در اینجا به چند نکته کلیدی و مهم اشاره میکنم. نکته اول تمرین و تمرین و تمرین هست. یعنی هر چقدر بگم تمرین و تمرین انجام بدید باز هم کمه. اجازه بدید که خیالتون رو راحت کنم. بدون تکرار و تمرین تمامی نکات گفته شده بیفایده هستند. آموزش تکنیک ها باید در یک زمان برنامه‌ریزی شده منظم روزانه تکرار شوند تا نتیجه دلخواه به دست بیاد. مورد بعدی اینه که و خیلی هم واقعا مهم هست، با متون ساده، خیلی ساده مثل داستان و رمان آغاز کنید. به هیچ وجه از متون انگلیسی و پیچیده که درکش برای بار اول سخت هست استفاده نکنید. متون یا رمانی که درکش با یک بار خوندن بهتر درک میکنید بهترین انتخاب هستند. مورد بعدی اینه که از خطبر یا از انگشت استفاده کنید. با این کارتون به مغزتون فرمان میدهید که تا با همدیگر، یعنی مغز و انگشت با همدیگه هماهنگ بشن و این باعث افزایش سرعت شما میشه. و مورد بعدی اینه که سرعت مطالعه خودتون رو چک کنید. فرضاً اگر 30 خط از یک متن رو میخونید، تعداد کلمات هر خط به طور متوسط و میانگین 10 کلمه باشه، 10 ضرب در 30 میشه 300 کلمه. حالا بر حسب دقیقه محاسبه کنید دیگه. اگه از یک دقیقه فرضاً مثلا 30 خط بتونید بخونید و هر خطش بشه 10 کلمه، 300 کلمه در دقیقه میشه. این برای تمرین اولیه خیلی خوبه. با تکرار و تمرین این سرعتتون رو میتونید به 500 الی 600 کلمه در دقیقه هم برسونید. تا فایل بعدی، خدا نگهدار.